ماجرای کمتر شنیده شده از جنگ حضرت علی با جنیان. سلام، به کانال ASN TV خوش آمدین. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در بطحا نشسته و جماعتی از اصحاب نزد ایشان بودند. آن حضرت در حالی که روی به ما داشت و حدیث می‌فرمود، ناگهان به گردبادی نظر افکند که گرد غبار به پا کرده بود. همینطور که نزدیک میشد گرد غبار بالاتر میرفت تا اینکه در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاد. در میان آن شخصی بود که گفت: ای رسول خدا، سلام و رحمت برکات بر خدا بر تو باد. بدان من فرستنده قوم خود هستم که به تو پناه آوردم. ما را پناه ده و کسی را همراه من از جانب خود بفرست که بر قوم ما تسلط داشته باشد. زیرا جمعی از آنان بر جمع دیگر ستم کردند تا او بین ما آنها مطابق حکم خداوند و کتابش قضاوت کند و من از عهد پیمان مؤکد بگیر که فردا صبح او را صحیح و سالم به سوی تو برگردانم، مگر این که برای من حادثه از جانب خداوند پیش آید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تو کیستی و قوم تو چه کسانی هستند؟ و گفت: من اطرفت من شمراخ یکی از بنی کاخ هستم. من و جماعتی از خانواده‌ام استخراخ که می‌کردیم، ولی هنگامی که ما را از آن منع کردند مؤمن شدیم و زمانی که خداوند تو را به پیامبری مبعوث کرد به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق نمودیم. اما گروهی از این قوم با ما مخالفت کردند و بر اعمال گذشته خویش پایدار ماندند و بین ما آنها اختلاف افتاد. آنها از نظر تعداد از ما بیشتر بودند و از نظر قدرت از ما نیرومندتر و بر آب و چراگاه دست یافتند و به ما حیواناتمان ضرر وارد می‌کنند. پس کسی را به من به سوی آنها بفرست که از ما بین ما به حق حکم کند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پوشش صورتت را بردار و خودت را به ما نشان بده تا تو را با آن صورت حقیقت که هستی ببینم. آن شخص صورتش را به ما گشود. دیدیم پیرمردی است که بر او موی فراوان بود و سری دراز داشت. چشمهایش نیز دراز و در طول سر او قرار داشت. حدقه چشمش کوچک بود و در دهانش دندانهای مانند دندانهای درندگان بود. سپس پیامبر از او پیمان گرفت کسی را که همراهش میفرستد فردا صبح برگرداند چون کلامش پایان یافت. پیامبر به ابوبکر و عمر و عثمان رو کرد. فرمود: کدام یک از شما برادر ما اطراف میروند تا ببینند آنها در چه حالند و بین آنها به چه حکم میکنند؟ گفت: آنها کجا هستند؟ حضرت فرمود: آنها زیر زمین هستند. ابوبکر گفت: چگونه ما طاقت داخل شدن در زیر زمین را خواهیم داشت و چگونه بین قضاوت کنیم در حالی که زبان آنها را نمیدانیم؟ پیامبر جواب او را نداد. سپس رو به عمر بن خطاب کرد و همان سخنی را که ابوبکر فرموده بود به عمر گفت و عمر نیز جوابی مثل جواب ابوبکر داد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به عثمان کرد و همان حرفا که به اون دو ابوبکر و عمر فرمودند به عثمان گفت. عثمان نیز همان ابوبکر و عمر پاسخ داد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را خواست. به او فرمود: یا علی، با برادر ما اطراف برو و بر قومش اشراف پیدا کن و ببین آنها در چه حالند و در بین آنها به حق حکم کن. امیرالمؤمنین برخاست و عرضه داشت: گوش میسپارم و اطاعت میکنم. آنگاه شمشیرش را حمایل فرمود. سلمان گفت: من به دنبال علی علیه السلام حرکت کردم تا اینکه به وادی موعود رسیدند. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام وسط آن قرار گرفت به من نگاه کرد و فرمود: ای ابا عبدالله، خداوند جزای کوشش تو را عطا می‌فرماید، برگرد. و من برگشتم، ولی در این حال ایستادم و به آن حضرت نگاه می‌کردم که چه کاری انجام می‌دهد. دیدم زمین شکافته شد و حضرت آن را فرو رفت. زمین به حال اول برگشت. اندوه و حسرت فراوانی به من دست داد که خداوند آن داناتر است و همه آن به خاطر شفقت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام بود. به هر حال پیامبر صلی الله علیه صبح کرد و نماز صبح را با مردم خواند. سپس بر کوه صفا نشست. در حالی که اصحابش دور آن جناب را گرفته بودند، امیرالمؤمنین از موعد مقرر دیرتر کرده بود تا اینکه خورشید کاملا بالا آمد و مردم در مورد تأخیر آن حضرت زیاد حرف می‌زدند تا اینکه ظهر شد. از جمله میگفتند جنها پیامبر صلی الله علیه را فریب دادند و خداوند ما را از دست ابو تراب راحت کرد و افتخار کردند او به پسرعمویش تمام شد.
سرزنش دشمنان و منافقین آشکار گردید و حرف بسیار زدند تا اینکه پیامبر نماز ظهر و عصر را نیز خواند و به جای خود بازگشت و مردم آشکارا سخن میگفتند و از امیرالمؤمنین مایوس گشتن. نزدیک بود که خورشید غروب کند. مردم مطمئن شدند که علی هلاک شده است و نفاقشان هویدا گشت. ناگهان کوه صفا شکافته شد و امیرالمؤمنین در حالی که از شمشیرش خون میچکید و اطراف همراه او بود هویدا گشت و پیامبر برخاست و میان دو چشم او پیشانی علی علیه السلام را بوسید و او فرمود چه چیزی تو را به حال از من دور داشت؟ علی علیه السلام فرمود به جناب خلق کثیری که به اطرافه و قومش ظلم کرده بود رفتم و آنها را به سیشش دعوت کردم ولی نپذیرفتند. آنها را به توحید و نبوت شما فراخواندم، از من نپذیرفتند. از آنها خواستم که جزیه بپردازند و قبول نکردند. در مرتبه سوم از آنها خواستم که با اطرافه و قومش صلح کنم به طوری که جوی آنها آب و چراگاه ها یک روز از آن اطرافه و یک روز از آنها باشد. اما سرباز زدم و قبول نکردم. پس شمشیر کشیدم و از آنها پیش از 80,000 جنگجو را کشتم و چون آنچه را که بر سرشان آمد مشاهده کردم و فریاد زدم الامان الامان. گفتم امانی بر شما نیست مگر به وسیله ایمان به خدا. پس ایمان به خدا و به شما آوردند و سپس میان آن اطرافه و قومشان صلح برقرار نمود و برادر شدند و اختلاف از میان آنها برداشته شد. تا کنون با آنها بودم. پس اطرافه گفت ای رسول خداوند از جانب اسلام به شما جزای خیر دهد و پسرعموی شما علی علیه السلام از جانب ما پاداش خیر دهد. و اطرافه به سوی آنجا که میخواست بازگشت. اینم از ماجرای کمتر شنیده شده از جنگ حضرت علی با جنیان. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره که این به ما خیلی انگیزه میده. شما رو به خدا یکتا میسپارم.